درود و احترام خدمت دوستان عزیزم در کانال داستان شبانه. با من همراه باشیم برای شنیدن یکی دیگه از داستان‌های پادشاهان معروف اسکندر که به عدالت‌جویی و خردمندی در شاهنامه معروفه. پس از نبردهای بسیاری که بین اسکندر و دارا پادشاه وقت آن زمان ایران رخ داد، اسکندر پیروز شد و قرار شد که اسکندر طبق وصیت‌نامه دارا عمل کنه. چون وقتی اسکندر تصمیم گرفت که با دارا مدارا کنه و با اون دوست باشه، دارا زخمی شده بود و هیچ کاری از دست کسی ساخته نبود. پس از اینکه اسکندر بر تخت نشست، بران شد تا وصیت دارا را انجام بدهد. پس به دلارای مادر روشنک و همسر دارا که آن هنگام همراه دیگر بزرگان در اصفهان به سر می برد نامه‌ای نوشت و او را با خبر ساخت و از وی خواست روشنک را به درگاه پادشاهی بفرستد تا به گفتار دارا عمل کند و تخت کیانی را باشکوه سازد. وقتی دلارای از این موضوع آگاه شد، موافقت خود را اعلام کرد و اسکندر مادرش را فراخواند تا با صدها هدیه به دیدار روشنک برود. این گونه روشنک با گنج و گوهرهای فراوان از پوشیدنی و گستردنی گرفته تا زر و سیم راهی دربار شد و به همسری پادشاه درآمد. اسکندر با دیدن روشنک بسیار شادمان شد و او را بر تخت زرین نشاند و هدایای بسیاری را نثارش کرد. از سوی دیگر کید که پادشاه هندوستان بود و شکوه و دانایی بسیاری داشت، پیوسته خوابهای عجیبی میدید. وقتی تعبیر آنها را از بزرگان خواست، آنها عاجز بودند و او را به مردی پارسا به نام مهران که در کوه و دشت زندگی میکرد راهنمایی کردند. پس کید به سراغ او رفت و تعبیر خوابهایش را پرسید. مهران در تعبیر خوابهای کید گفت به زودی اسکندر با سپاهی بزرگ به هند می آید و او با دانایی باید با او کنار بیاید، زیرا توان مقابله با اسکندر را ندارد و باید با 4 شگفتی که در جهان دارد او را از جنگ دور کند و آرامش را انتخاب کند. سپس آن 4 چیز شگفت را برشمرد و گفت دختر کید که مانند بهشتی برین است و دانشمندی عاقل که او در نهان دارد و پزشکی گرامی که بلند آواز است و جامی که هرچه بر آن آب بریزی کاستی نمیگیرد و آبش تمام نمی شود. آن شگفتی ها هستند. پس کید سخنان آن مرد دانا و پاک دل را پذیرفت و با شادمانی به جایگاه خود بازگشت. همان گونه که مهران گفته بود، پس از مدتی اسکندر سپاهی سوی کید و هندوستان روانه کرد. وقتی اسکندر نزدیک او رسید، فرستاده‌ای به سویش روانه کرد و او را فراخواند. هنگامی که کید پیام اسکندر را شنید، برای او پیامی فرستاد و گفت من 4 چیز با ارزش نزد خود دارم که میخواهم آنها را به تو تقدیم کنم و اگر آنها را نپذیرفتی بنده‌وار نزد تو خواهم آمد. فرستاده پیام او را به اسکندر رساند و او از آن 4 چیز سوال کرد و فرستاده را برای دریافت پاسخ نزد کید روانه ساخت. کید فرستاده را از آن 4 چیز گرانبها آگاه کرد تا اسکندر را با خبر سازد. پس اسکندر با شنیدن آن سخنان 9 مرد رازدار و دانا را همراه نامه‌ای سوی پادشاه هندوستان فرستاد و در آن نامه نوشت اگر این 9 نفر آن 4 چیز شگفت را تایید کنند و برای من نامه‌ای بنویسند و مرا آگاه سازند، از جنگیدن با تو دست می‌کشم و تو و سرزمینت را رها می‌کنم و سپاهم را از آنجا خارج می‌سازم. این چنین پادشاه آن 9 مرد دانا را پذیرفت و آنها را جایگاهی نیکو داد. پس ابتدا دختر زیبارویش را به ایشان نشان داد و آن 9 مرد از زیبایی و بی همتایی دختر در شگفت شدند و در نهایت نامه‌ای برای اسکندر نوشتند و او را با خبر ساختند. پس اسکندر دستور داد آنها با آن 4 چیز شگفت بازگردند و دیگر چیزی از پادشاه نخواهند و پادشاهیش را امان یافته دادند و سوی او حرکت کردند. پس آن 9 مرد دانا همراه دختر پادشاه و آن دانشمند دانا و پزشک توانا و جام کاستی ناپذیر سوی اسکندر رفتند.
پادشاه نیز هدایا و پیشکش‌های فراوانی همراه آنها فرستاد. اسکندر با دیدن دختر ماهروی کید نام یزدان را بر لب آورد و طبق آیین او را به همسری پذیرفت. پس از آن اسکندر دانایی آن مرد دانشمند و توانایی آن پزشک مشهور را هم مورد آزمایش قرار داد و به هوش و بزرگی آنها پی برد. آنگاه انجام کاستی ناپذیر را آزمود و در شگفت شد و علتش را از مرد فرزانه پرسید. او دلیلش را شرح داد و اسکندر از داشتن آن 4 چیز بسیار خوشحال بود. سپس گنج‌های گرانبهایش را در کوهی مخفی کرد و هیچ کس را از آن باخبر نکرد. بعد از آن اسکندر با سپاهش به سوی پور هندی رفت و در نامه‌ای از او خواست به سوی اسکندر بیاید و برای جان خود امان بخواهد. در غیر این صورت باید خود را برای جنگ آماده سازد. پور با خواندن نامه بسیار عصبانی شد و به خواسته اسکندر گوش نکرد و گفت اسکندر زیاده خواهی می کند و تخم ستم را می کارد. اسکندر با شنیدن این سخن بیدرنگ سپاهش را برای نبرد حرکت داد. پور نیز برای مقابله به پای ایستاد و لشکرش را روانه کرد. از آنجا که جاسوسان از وجود فیل‌های بزرگی در سپاه پور به اسکندر خبر دادند، او چاره اندیشید و دستور داد اسب‌های آهنین ساختند و درونش را پر از نفت سیاه کردند و برگردونه‌هایی گذاشتند. هنگامی که 2 سپاه درگیر شدند، اسب‌های آهنین را آتش زدند و فیل‌ها و سپاهیان پور را در آتش گرفتار کردند. این چنین سپاه پور از هم گسیخته شد و فرار کردند. روز بعد اسکندر مقابل سپاه رفت و پور را به جنگ طلبید. پس قرار شد در صورت پیروزی هر یک تخت پادشاهی از آن او شود. اسکندر و پور به نبرد پرداختند و ناگهان اسکندر از غفلت پور استفاده کرد و تیغی بر او زد و سرش را جدا ساخت. پس خروش شادی از سپاهیان ایران بلند شد و سپاه پور که خود را بی سامان دیدند از اسکندر امان خواستند. او آنها را بخشید و 2 ماه بر تخت پادشاهی پور نشست و گنجهایش را به سپاهیان بخشید. آنگاه سرگ که پهلوانی هندی بود را بسیار پند داد و بر تخت نشاند. پس از آن اسکندر سوی خانه کعبه رفت و آنجا را نیایشگاهی پاک خواند و با بزرگان دیدار کرد و چون شخصی زندگی آن را سخت کرده بود او را از بین برد و آنها را به آرامش و راحتی رساند. پس راهی جده شد و از آنجا راه مصر را در پیش گرفت. قبطون پادشاه مصر اسکندر را پذیرفت و او 1 سال آنجا ماند. در آن زمان قیدافه فرمانروای اندلس بود که اسکندر به واسطه قبطون تعاریف زیادی از شکوه بزرگی او شنیده بود. پس اسکندر نامه‌ای برای او نوشت و از وی خواست مالیات خود را بپردازد و سرپیچی آن را جنگ دانست. وقتی قیدافه از گفتار اسکندر باخبر شد در شگفت گشت و خود را بزرگتر از آن دانست که از اسکندر رومی بترسد و او را ناچیز و کوچک برشمرد. اسکندر که از پاسخ قیدافه آگاه شد سپاهش را حرکت داد و به سرزمین آبادی رسید که پادشاهی به نام فریان بر آن حکومت می‌کرد. پس اسکندر و سپاهیانش شهر را تصرف کردند و وارد آن شدند. آنگاه سپاهش را به شهر برهمنان برد و آنجا عابدانی دید که در کوه و دشت عبادت می‌کردند و لباس و خوراکی نداشتند و از تخم گیاهان و میوه‌های درختان استفاده می‌کردند و پوشاکشان برگ و ریشه درختان بود. اسکندر با شگفتی از آن شهر گذشت و راه خاور را در پیش گرفت. او با سرزمین‌های عجیب و زندگی‌های شگفت روبرو شد و پس از گذشتن از آنها به دیار حبش رسید که مردمی به سیاهی پرزاغ با چشمانی مانند چراغ داشت که سپاهیانی قوی و زورمند داشتند و تن و بدنشان لخت بود. وقتی اسکندر و سپاهیانش را دیدند به جنگ با آنها آمدند و با سرنیزه هایی که از استخوان ساخته شده بود بسیاری از سپاهیان اسکندر را کشتند. اما سرانجام سپاه اسکندر پیروز شد و حبشیان عقب نشینی کردند و بسیاری از آنها کشته شدند.
اسکندر پس از این پیروزی به شهر نرمپایان رفت. آنها نیز وقتی اسکندر و سپاهش را دیدند با سنگ بر آنها تاختند. سپاهیان اسکندر نیز با تیغ و تیر مقابل آنها ایستادند و شکستشان دادند. اسکندر از آنجا حرکت کرد و به شهری آباد رسید که مردمانش او و لشکریانش را بسیار گرامی داشتند. در عوض اسکندر نیز اژدهایی که در پشت کوهی زندگی می‌کرد و مردم را به عذاب آورده بود با تدبیر خود از بین برد و آنها را به آرامش رساند. پس از آن به سوی هروم رفت که شهر زنان بود و پادشاه آن نیز زن بود و هیچ کس را به آنجا راه نمی‌دادند. اسکندر با آنها ملاقات کرد و راز شگفت زندگیشان را دانست. سپس به باختر حرکت کرد که مردمانی عظیم و جسته داشتند با موهایی سرخ و چهره‌ای زرد و از او استقبال کردند. وقتی اسکندر از شگفتی سرزمین آنها پرسید، او را به چشمه آب زندگانی نوید دادند که در دل تاریکی قرار دارد و کسی به آن دست نیافته است. چشمه‌ای از بهشت که هر کس سر و تن در آن بشوید گناهانش پاک می شود و اگر کمی از آن بنوشد مانا می گردد و هرگز نمی میرد و جاودان می ماند. پس اسکندر برای یافتن آب زندگانی به راه افتاد و در این راه حضرت خضر علیه السلام و سپاهیانی بردبار و برگزیده را همراه خود ساخت. او خضر علیه السلام را راهنمای خود قرار داده بود و میان راه بر سر یکی دو راهی و در تاریکی خضر علیه السلام را گم کرد. این چنین شد که خضر از تاریکی و سیاهی سوی آب زندگانی رفت و از آن بهره‌مند شد و جاودان گشت. از سوی دیگر اسکندر به سوی روشنایی رفت و بر سر کوهی بلند مرغانی را دید که با او سخن گفتند و سوالاتی از او پرسیدند. وقتی او را مردی درست کار دیدند، او را به بالای کوه راهنمایی کردند تا یکی از اسرار الهی را آنجا ببیند. اسکندر به بالای آن کوه رفت و اسرافیل را دید که شیپوری در دست دارد و در انتظار فرمان یزدان ایستاده تا در شیپورش بدمد و جهانی را زیر و رو کند و مردم را برای حضور در پیشگاه الهی آماده گرداند. اسکندر که از دیدن آن همه شگفتی در تعجب بود، نالان از کوه پایین آمد و با همراهانش به راه دیگری که در تاریکی گم بود رفتند، ولی آب زندگانی را نیافتند و با سنگایی که به گوهر تبدیل شدند بازگشتند. آنگاه اسکندر به شارستانی رسید که بزرگانش به استقبال او آمدند و اسکندر از شگفتی دیارشان پرسید. پس آنها زبان به ناله گشودند و از یأجوج و مأجوج سخن گفتند که رویشان سیاه و مانند شتر است و زبانهایشان نیز سیاه و چشمهایشان مانند خون و دندانهایشان مانند گراز است و کسی جرأت رفتن به سوی آنها را ندارد و بدنشان پر از موهای نیلی رنگ است و وقتی میخوابند یک گوش خود را بستر میسازند و گوش دیگرشان را مانند چادری روی تن خویش میگسترانند و از هر ماده ایشان 1000 بچه به دنیا میآید و زندگی را برای آنها بسیار سخت کرده بودند. اسکندر از گفتار آنها بسیار متعجب و ناراحت شد و برای کمک به آنها شتاب تا یأجوج و مأجوج را از بین ببرد. پس چاره‌ای اندیشید و آن را انجام داد و مردم را از شر و هراس یأجوج و مأجوج آزاد ساخت و آنها را نجات داد. پس از آن با سپاهیانش به راه افتاد و پس از پیمودن مسیری طولانی به کوهی رسید که بالای آن خانه‌ای از یاقوت زرد بود. اسکندر به آن خانه وارد شد و آنجا را به واسطه گوهر سرخی فروزان دید و مرده‌ای که سرش مانند گراز و تنش همچون آدمیان بود روی تخت دید. هیچ کس جرأت ورود به آن خانه را نداشت و از ترس بر زمین میافتاد. ناگهان اسکندر از چشمه آب شوری که آنجا روان بود صدایی شنید که اسکندر را به پایان زندگی ندا می‌داد و تخت پادشاهیش را خالی می‌دید. وقتی اسکندر آن صدا را شنید با عجله سوی سپاهیانش برگشت و با تنی خسته و غمگین راه بیابان را در پیش گرفت. پس از آن به شهری رسیدند که بسیار خرم و سرسبز بود و بزرگانش به خوبی از اسکندر پذیرایی کردند
و به او درختی شگرف را نشان دادند که 2 شاخه نر و ماده دارد و سخن میگوید و هنگام روز آن شاخه نر و شبانگاه شاخه ماده به سخن در میآیند. این چنین اسکندر به سوی آن درخت شگرف رفت و از او سوالاتی کرد و آن درخت عمر اسکندر را کوتاه یافت و به او گفت خود را برای مرگ آماده کند. آنگاه اسکندر سوی سپاهیانش برگشت و از آنجا به چین رفت و نامه‌ای برای فغفور آنجا نوشت و از او مالیات و خراج خواست. سپس خود در قالب فرستاده آن نامه را برد و در ظاهر پیغام اسکندرشاه را به فغفور رساند. فغفور در پاسخ گفت از اسکندر نمی ترسد و سر جنگ نیز ندارد و مانند اسکندر گستاخ نیست و آیینش خونریزی نیست و بیش از تصور اسکندر هدایا و پیشکش هایی برای او می فرستد و دلش از این بخشش و تقدیم هدایا رنجه نمی شود و سرزنشی نصیبش نمی گردد. اسکندر با شنیدن سخنان فغفور شرمنده شد و رویش زرد گشت و به جایگاه خود در سرای پادشاهی فغفور بازگشت. پس فغفور در گنجهایش را گشود و هزاران گوهر گرانبها را به پیشگاه اسکندرشاه بخشید و مردی دانا نیز انتخاب کرد تا نزد اسکندرشاه برود و او را به مهمانی چین دعوت کند. این چنین اسکندر با آن فرستاده سوی جایگاه خود روان شد و نزد سپاهش بازگشت. وقتی آنها اسکندر را دیدند دورش جمع شدند و بر او درود فرستادند. پس آن فرستاده فهمید با پادشاه همراه بوده و آن شخص اسکندرشاه است. پس از وی عذرخواهی کرد و به او احترام گذاشت. اسکندر نیز او را عزیز داشت و از او پذیرایی کرد و هدایای زیادی به او بخشید و برای فغفورشاه پیغام فرستاد که با خرمی در جایگاه خود بماند و بر چین حکومت کند، زیرا پادشاهیش خوب و پسندیده است. آنگاه اسکندر و سپاهیانش سوی سند رفتند و چون آنها از اسکندر کینه به دل داشتند به جنگ با او برآمدند. وقتی نبرد آغاز شد سواران سندی شکست خوردند و فرار کردند. اسکندر بسیاری از آنها را کشت و به سرزمین یمن رفت و شاه یمن از اسکندر و سپاهیانش پذیرایی کرد و آنها را گرامی داشت. پس از آن به بابل رفت و چون در آنجا دانست مرگش نزدیک است چاره‌ای اندیشید